دعاء. اللهم افتح له بالخير واختمه بالخير وجل عواقبه كل اموره بالخير. سهل علينا يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. در شما با وضاحت میگم قسم به ذات خدایی که قسم الفاظ به والله بالله ثم الله، هر یک صدای ترقی از مرمیره که میشنوم با والله که ناراحت هستم. اگر شب باشه تا روز میتبم، روز باشه تا شام. اگر چشم گریان نکنه قلبم به گریان است. اون یتیم و بیچاره و صغیر و اون بچه‌ای که باید به درس بره به سر رنگمالی و موترشویی عامیانه صحبت میکنم، با اون مشکلات میبینم، هر لحظه درد احساس میکنم. هر ثانیه که تیر میشه، پیشتر گفتن به کدام جای انتحار شده و چیز شده، به خدا میسوزم، در سوخت هستم. با هر ثانیه از همه اولتر علما در اصلش مکی بندی حقیر هستیم، تشنیع صلح هستیم. تا صلح نباشه صمیمیت نیست، انس نیست، الفت نیست، مکتبا نیست، پانتون ها نیست، تجار ما، مقتبس ما، شرکت دارای ما در رأس در همگی این دشوار است. صلح باشه که فکر آرام باشه به طاعات، عبادات، رفت آمد، وارد صادرات کشور، صادرات کشور، اثرات منفعت ببخشه. خواستم از طرفای البته مخالفین، فعلا هم مخالفین گفته میشن، اگر اینا مرحله اول مذاکرات با سر بلند آغاز کنن، اگر اینا واقعا خواستار صلح است، آتش بس آغاز کنن. چون مذاکرات با اونمو آتش بس آغاز میشه. تا زمانی که اینا پروسه صلح از لحاظ زیربنایی خواستارش نشن، در این مذاکرات صلح اینا حاضر نشن، ما نمیتونیم به صلح پایدار برسیم. اگر هدفشان صلح پروژه‌ای نیست، صلح پایدار است، صلح است که واقعا افغانستان به پیشرفت، توسعه و نوسازی میرسانه. لذا همین مرحله اول مذاکرات که از آتش بس در 34 ولایت آغاز کنند تا باشد که با فکر آرام تمام علما، تمام امو تیمی که به پروسه صلح و گفتگوها اینا اشتراک کردن، امو پروسه را به خوبی به پایین برسانند و بالاخره به مذاکرات بین الافغانی بیاین داخل خود کشور ما. اگر طالبان واقعا از افغانستان هستند، بیاین داخل خود کشور ما، امنیتشان دولت میگیرن، بیاین امی گفتگوها و مذاکرات صلح از داخل خود خاک افغانستان آغاز کنند. صلح به کشور ما و شما بیاید و بالاخره انشالله جنگ و برادرکشی و خونریزی از بین بره. هدف اساسی برگزاری برنامه است که دفن تابوت جنگ در افغانستان و حمایت از نیروهای امنیتی. همچنان آمدیم که برنامه‌نویسی از بانوان در اینجا اشتراک کردیم. شخصا خودم برای اینکه همگی خسته از جنگ هستن، همگی صلح میگن، اما کدام صلح؟ صلحی که تنها واژه نبوده باشه. بابا چنبیلا پیشم بگه ولی پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره